این سربازان طالبان مجسمه را پاسبانی میکنند که تا 20 سال پیش دیگرگونه بود. صورت و سیما و شهامت داشت. پیکرهای 1500 ساله بودا را سال 2001 همین طالبان بیرحمانه نابود کردند و خشم جامعه جهانی را برانگیختند. اکنون میگویند که برای محافظت آثار باستانی گرانبها در بامیان کمر بستند. ما برای همه اطمینان نظر میتیم و آماده هزی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم، چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست. این مال یا این حقی همه ملت افغانستان است. این یک ثمره و نتیجه همه افغانستانی ها هست. ما در این باره انشالله العزیز هر چی در وسع توان داریم درباره حفاظت از اینا کار میکنیم. نخست وزیر طالبان محمد حسن آخوند را یکی از طرحریزان اساسی محوی مجسمه های بودا می‌دانند. خبرنگار فرانس پرس از نماینده طالبان پرسید است آیا محو بودا که یکی از بزرگترین جنایت‌ها به ضد آثار فرهنگی بشریت بود کاری درستی بود؟ پاسخ ایشان هم چنین است. در سابق امارت اسلامی که بودا را البته زده یا شکستانده، اونا حتما به ضرور به خود کدام دلیلی دارن، کدام توجیهی دارن. ما درباره از او کدام تنقید یا کدام اعتراض کرده نمیتونم یا کدام گپی را گفته نمیتونم. تا کنون آثار باستانی بامیان را بر اساس یک طرح یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل ترمیم و محافظت می‌کردند و طالبان گفتند از نمایندگان سازمان خواستند برگردند و ناترسیده کارشان را ادامه دهند، ولی نه همه به وعده‌های طالبان باور دارند. ایدئولوژی طالبان اصلا باوری بخش نیست. این ایدئولوژی محو پیکرو است که ما در گذشته دیده بودیم. برای همین ما باید احتیاطکار باشیم. وادی بامیان در قلب قطارگاه‌های هندوکش در افغانستان بارها شاهد تجاوز و اشغال و جنگ شده است، ولی بوداهای آن که از بزرگترین پیکرهای بودا در جهان بودند با وجود آسیب دیدن قد و قامت و سر و صورتی داشتند، سر و صورتی که به گفته باستانشناسان شاید دیگر برقرار کردن نشوند.